مرحوم علامه طباطبایی از پدیده‌های کم نظیر و حوزه‌های علمیه ماست در طول قرنها. یک خصوصیاتی در ایشون وجود دارد که این خصوصیات همه جزو فضائل ممتاز انسانی است. یعنی ایشون در تنوع دانشی انصافاً کم نظیر. حالا در طول تاریخ ما افراد مثل شیخ طوسی، علامه حلی، امثال اینا رو داریم که تنوع علمی دارن، اما در زمان ما انصافاً من نمیشستم غیر از ایشون کسی رو با این تنوع علمی نمیشستم. یک جنبه دیگر عمق علمی و فکری ایشونه. اولا در اصول صاحب مبناست، در فلسفه یک فیلسوف نوآور هست، در تفسیر یک مفسر شگفتی سازه به نظر من. یک جنبه دیگر علمی این بزرگوار مسئله شاگرد پروری است. شاگردان ایشون غالباً، یعنی بسیاری از شاگردان ایشون جزو نقش‌آورینان در انقلاب اسلامی هستند. یک خصوصیت دیگر ایشون در مورد مسئله علم این است که آثار ایشون در زمان حیات ایشون منتشر شد. برکات آثار ایشون در زمان حیاتش دیده شد. دو خصوصیت از برجستگی‌های مرحوم آقای طباطبایی بنده رو خیلی متوجه خودش میکنه و جذب میکنه. یک خصوصیت جهاد فکری کم نظیر آقای طباطبایی است. ایشون در بعبوعه تهاجم اندیشه‌های وارداتی و بیگانه توانست یک پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی به وجود بیاره. خصوصیت دوم ایشون در عرصه معارف توحیدی و مفاهیم عرشی که به اونا رسیده بود در فکر، صرفاً به زایش فکری بسنده نکرد، متحقق شد در نفس شریف خودش و قلب شریف خودش اون حقایق و معارف عمل کرد به اون چی که میدانست. این دو خصوصیت رو باید دنبال کنیم، هممون باید دنبال کنیم. هر کسی تو این راه حرکت میکنه باید دنبال کنیم.